پتانسیل کم نظیر بخش کشاورزی و امنیت غذایی در آذربایجان جنوبی. در این ویدئو به بررسی پتانسیل بخش کشاورزی آذربایجان جنوبی و نقش آن در تأمین امنیت غذایی جغرافیایی ایران و همچنین نقش آن در توسعه اقتصادی آذربایجان جنوبی پرداخته شده است. یکی از مسائل مهم 100 سال گذشته رشد جمعیت جهان بوده است که طی 60 سال اخیر جمعیت جهان تقریباً 3 برابر شده است و پیش بینی می شود در سال 2050 جمعیت جهان به حدود 9 میلیارد نفر برسد. از سوی دیگر زمین‌های قابل کشت در جهان ثابت بوده و در حدود 11% است که باعث شده تا سرانه زمین‌های قابل کشت در طول زمان به شدت کاهش یابد. هرچند این مشکل توسط اقتصاددانان اولیه همچون ریکاردو مطرح شده بود، اما کمبود مواد غذایی امروزه به یک مسئله جدی و امنیتی تبدیل شده است. بشریت همواره سعی داشته تا شدت کمبود و محدودیت منابع خود را با توسعه تکنولوژی کاهش داده و کاهش سرانه زمین‌های قابل کشت را به وسیله افزایش بهره‌وری و دستکاری ژنتیکی جبران کند. برای نمونه نورمن بورلاگ که پدر انقلاب سبز نام گرفته، به واسطه ابداع روشی توانست در دهه 1960 میزان محصولات کشاورزی را افزایش داده و مانع از مرگ و میر میلیون‌ها انسان در آن مقطع شود. فارغ از مشکلات محیط زیستی و سلامتی محصولات غیر ارگانیک، مشکل اصلی آنجاست که توسعه تکنولوژی و علم کشاورزی تا حد مشخصی میتواند مؤثر واقع شود. امروزه نزدیک 1 میلیارد انسان از گرسنگی رنج برده و این مسئله سبب می شود تا تأمین امنیت غذایی به یکی از اولویت‌های سیاستگزاران کشورها تبدیل شود، به طوری که کشورهایی نظیر قطر و ژاپن با اجاره بلند مدت اراضی کشاورزی در سایر کشورها به دنبال تأمین امنیت غذایی خود هستند. جغرافیای ایران نیز منطقه خشک محسوب شده که تنها 10% اراضی آن قابل کشت است که از این میزان حدود 75% آن بسیار بی‌کیفیت هستند و صرفه اقتصادی و محیط زیستی نداشته و محصولات قابل توجهی نیز از آن نمیتوان استحصال کرد. تنها در بخش‌هایی از این جغرافیا همچون آذربایجان جنوبی و خوزستان و قسمت‌های شمالی برای کشت محصولات کشاورزی مناسب است. در مجموع جغرافیای ایران حدود 16 میلیون اراضی قابل کشت دارد که سهم آذربایجان جنوبی بیش از 5 میلیون هکتار است که باعث شده تا عمده محصولات کشاورزی جغرافیای ایران از این اراضی و اراضی استان خوزستان تأمین شود. البته ذکر این نکته ضروری است که کیفیت اراضی و مساعد بودن آب و هوا نیز بسیار اهمیت داشته که در این زمینه نیز پتانسیل کشاورزی در آذربایجان جنوبی قابل قیاس با مرکز جغرافیای ایران نیست. در این بین گندم به عنوان یکی از محصولات استراتژیک محسوب می شود که ضامن امنیت غذایی در بسیاری از کشورها از جمله جغرافیای ایران است. لذا مسئولین برای حفظ امنیت غذایی فارغ از صرفه اقتصادی یا توجیه محیط زیستی آن، اکثر اراضی قابل کشت را برای تولید گندم تخصیص دادند، به طوری که حدود 70% از اراضی آذربایجان جنوبی برای کشت گندم و 30% دیگر نیز عمدتاً برای کشت محصولات استراتژیک دیگر اختصاص یافتند. حال باید دید که در شرایط فعلی که آذربایجان جنوبی تأمین کننده امنیت غذایی جغرافیای ایران است، از این مسئله به چه میزان بهره مند شده است؟ پاسخ این سوال را میتوان در 2 بخش اقتصادی و محیط زیستی مورد بررسی قرار داد. Neçə gündür elə yeralma çıxıb qalıb burada, alan yoxdur. Bu günlərdə gəliblər, axır deyirlər 1000 tümə ilə 1100 tümənə bunu alırlar. Hələ onu da bəlli deyil. Pulun nə şəraitdə verəcəklər. O qədər əkilib bir, ənbarlar ənbaş olub elan. Çox əkinçilərin elən də əli gəlməyə yer almanı çıxardılar. Ətrafları bax nəzarə edir, hamısı yer almada qalıbdı. Bunu elən bizə hesab eləsən 2000 tümənə mayadır. Elan bunu 1100 tümənə istəmir. Nəcür olur? O birisi ustanlarda bizim mərakizi, təhiyyə və təksiri, bəzirhay əvvəliyə varımız Ərdəbildə yoxumuzdur. در جغرافیای ایران 92% از آب مصرفی
در تولید محصولات کشاورزی استفاده می شود که با توجه به تکنولوژی پایین مورد استفاده در جغرافیای ایران برای تولید هر 1 کیلوگرم گندم حدود 130 لیتر آب مصرف می شود. فشار بیش از حد به منابع آبی آذربایجان برای تولید گندم باعث آسیب‌های جدی به منابع آبی آذربایجان جنوبی شده است. مسلماً یکی از نمونه‌های بارز آن خشکاندن دریاچه ارومیه به سبب 104 سدی بود که برای توسعه کشاورزی احداث شده است تا امنیت غذایی جغرافیای ایران تأمین شود. این در حالی است که در استان‌های مرکزی در سال‌های اخیر برای حفظ محیط زیست کشت محصولاتی نظیر گندم را به شدت کاهش داده و محصولاتی همچون گیاهان دارویی را ترویج می‌دهند. از لحاظ اقتصادی نیز میتوان گفت که کشت گندم در آذربایجان جنوبی با توجه به محصولاتی که در آن اراضی قابل کشت هستند توجیه اقتصادی ندارد. یکی از محصولاتی که به کمک آن میتوان هم کشاورزی و هم صنعت را توسعه داد کشت گیاهان دارویی است که با توجه به پتانسیل اراضی آذربایجان جنوبی میتواند بسیار سودآور باشد. تجارت گیاهان دارویی در دنیا رو به افزایش بوده و پیش بینی می شود تا طی 30 سال آینده به حدود 5 تریلیون دلار برسد. اما این محصول عمدتاً در مرکز جغرافیای ایران کشت می شود تا هم صرفه اقتصادی داشته، هم باعث توسعه صنایعی مثل داروسازی شده و هم به منابع آبی و محیط زیستی آسیبی نرسد. در این بین آذربایجان جنوبی برای تأمین امنیت غذایی جغرافیای ایران سالهاست که آسیب‌های جبران ناپذیری به محیط زیست خود زده و از توسعه اقتصادی محروم مانده است. در حال حاضر آذربایجان جنوبی حتی با وجود استفاده از تکنولوژی کنونی در کشاورزی 2 برابر نیاز خود گندم تولید می‌کند، در حالی که اگر امنیت غذایی، منافع اقتصادی و محیط زیستی تنها آذربایجان جنوبی در نظر گرفته شود، میتوان علاوه بر خودکفایی در تولید محصولاتی مثل گندم و تضمین امنیت غذایی بیش از 2 میلیون هکتار اراضی کشاورزی را برای کشت محصولاتی مثل گیاهان دارویی و سایر گیاهان با ارزش اختصاص داد که قطعاً باعث توسعه صنعت و اشتغال صدها هزار نفر خواهد شد. بیشک آذربایجان جنوبی پتانسیل کشاورزی بسیار بالایی داشته که در صورت استفاده از تکنولوژی روز دنیا و انتخاب محصولات بر پایه صرفه اقتصادی میتواند ضامن رفاه اقتصادی ملت ترک آذربایجان جنوبی شود. امروزه کشورهای نظیر هلند با استفاده از تکنولوژی و علم کشاورزی بخش بزرگی از نیاز غذایی دنیا را تأمین می‌کنند، در حالی که وسعت اراضی کشاورزی آذربایجان جنوبی بزرگتر از بسیاری از کشورهای دنیا است. بنابراین آذربایجان جنوبی با بهره‌گیری از متدهای مدرن کشاورزی علاوه بر بی‌نیازی از منابعی همچون نفت میتواند همانند کشورهای نظیر هلند درآمد سرشاری از بخش کشاورزی به دست آورده و آذربایجان جنوبی را به یکی از توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان تبدیل نماید. پیش شرط تحقق چنین امری عدم التزام به تأمین امنیت غذایی جغرافیای ایران است که این مهم با کسب استقلال سیاسی و مدیریت منابع و پتانسیل‌های موجود در بخش کشاورزی امکان پذیر است.